نام کشور ما ایران است. کی گفته نام کشور شما ایرانه؟ اسم کشور شما چیه؟ افغانستان. کشور ایران کشور مردم ایرانه، متعلق به مردم ایرانه. بخون ببینم. ما در ایران زندگی به ما ایران را دوست داریم. کی میگه ایران خانه بزرگ شماه؟ ایران خانه مردم ایرانه، براش خون دادن. ادامه بده. در ایران جنگل‌های وجود دارد. فراوانی وجود دارد. مثل کوه‌ها، دشت‌ها، دریاها، جنگل‌ها، زیارتگاه‌ها و بناهای قدیمی. من به داشتن کشورم با این همه زیبایی افتخار می‌کنم. شما باید به افغانستان افتخار کنید. خب اسم کشور شما چیه؟ افغانستان. آفرین. از هموطنانتون هم میپرسم اسم کشور شما چیه؟ افغانستان. خب کشور ایران برای مردم ایرانه. بفرمایید بیا برو باش. بعد میگن دانش آموزا چرا عقده‌ای میشن؟ به تو چه؟ افغانستانیه که افغانستانیه. آره سر جنگ 12 روزه خیلی از دستشون ناراحت بودیم، خیلی کارا کردن که در حق ما نبود، اما دیگه قرار نیست یه بچه کوچیک رو اذیت کنیم، هرچی از دهنمون در میاد بهش بگیم، تحقیرش کنیم. من نمیدونم اون آموزش پرورش خراب شده این همه آدم عقده‌ای از کجا میاره؟ داخل استخدامیاش مینویسه به چی میگن؟ به یک مش آدم سادیسمی عقده‌ای نیازمندیم برای اذیت آزار دانش آموزا. و افغانستانیه که افغانستانیه، بچه است، چرا باید اذیتش کنی؟ آقا اصلا بهش حرف میزنی نمیتونیم کاریت کنیم دیگه. چرا فیلمشو میگیری میذاری داخل سوشال مدیا؟ کرم داری؟ کونت میخوره؟ الان بعد بعضی ها میان میگن عصبانی نشو، حرفی نزن. ریدم تو مغزتون که به بچه هم رحم نمی کنید. ما ایرانی به مهمون نوازیمون مشهوریم، بعد یکی مثل تو میاد اسممون رو خراب میکنه. اینم که الان اینجوری دارم زبونم داره میگیره از فرط عصبانیته، فرد نمیدونم هرچی هست، کفری هم به آدم های عوضی مثل این.